اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله که راز خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، خدا کند. این صدای این جمعیت نیست کنار حرم سید الشهدا. خدا کند که بیایی، خدا کند. الله که راز خدایی، خدا کند که بیایی. تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی. آقا جان شب فراق تو جانا، کجا بهتر از اینجا امام زمان میتونه باشه؟ کنار حرم سید الشهدا. آقا جان شب فراق تو جانا، خدا کند که سراید. آینایی که دلتون برای امام زمان تنگ شده، آی جوانایی که با پای پیاده کربلا اومدید، به آقا بگید آقا دلمون برای شما تنگ شده. امروز زیر این خیمه دوره هم جمع شدیم کنار حرم جد غریب شما، با هم گریه کنیم، ناله بزنیم. آقا برای شما که کاری نداره یه لحظه ای به این مجلس ما نگاه کنی ارباب. شب فراق تو جانم، خدا کند که سراید و تو برایی، خدا کند که بیایی. همه بگن خدا کند. هر جا نشستی و ایستادی بگو خدا کند
که بیایی با سوز دل بگو به خدا خدا کند که بیایی آقا جان این زبان عالمه این جوونا و بزرگتران ای پدرها این که زینت بخش مجلس شدی ای پیر غلام های ابی عبدالله شما بعد یه از این مجلس به اون مجلس باید امروز یه جوری گریه کنیم ما جوونا یاد بگیریم از شما خوشا به حال شما که عاقبت به خیر شدید این محاسن و زیر این خیمه ها سپید کردید فقط یه جمله دیگه درد و دل کنیم با آقامون آقا جان دمی که بی تو براید خدا کند که نیاید ولی کلا فهمیدی میخوام چی بگم دمی که خدا نکنه ما زنده باشیم بی تو آقا فدات بشم آقا امروز باید به آقا عرض تسلیت بگیم آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین جوونا تو این روزها عمه سادات اومده کربلا خدا میدونه امام زمان چقدر جریح داره عمشون زینبه خدا بهتون صبر بده آقا دمی که بی تو براید خدا کند که نیاید الان که هستی مایی دستا رو بیار بالا خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی زمزمه کن خدا کند خدا کند حالا هر جا نشستی صدا بزن یا ابن الحسن یا ابن بهتر بگو یا ابن الحسن براتون روزه خوندن اگه جلوترم بیاین رفقای دیگه هم بهتر میتونن تو این مجلس بشینن بیا یه ذره جلوتر بشین که همه انشاءالله از این سفره استفاده کنن خدا انشاءالله همه کسایی که حاجت دارن کربلا اومدن حاجت روا کنه انشاءالله قربون امام زمان برم قربون حاجت هاتون برم آی حسینیان خواهم امروز دلتون رو یه جایی ببرم بدون حاجت از این مجلس بیرون نری رفقا اگه آدم یا یه چند روزی یه چند ماهی عادت کرده باشه به یه چیزی خیلی سخته براش فراق و جدایی این روزا خیلی روزه خونده میشه خیلی عزاداری میشه اما نمیدونم از دل رباب خبر دارید یا نه شما مردید قبول دارم داغ براتون زنگینه اما برا مادر وقتی یه شیرخواره از دست بده نمیدونی چقدر زنگینه آی رباب
این جوونا همه میخوان برای علی اصغر شما امروز ناله بزنن، گریه کنن. باورت میشد یه روز بعد 40 روبرو حرم آقا بنشینی؟ چی شد ما رو دعوت کردی آقا؟ ما که قابل نبودیم. اگه یادت باشه شب اول ما محرم تا مادرامون بخجه لباس مشکیامون آوردن، تا اومدی لباس عزای حسین رو به تن کنی، مادرش فاطمه داد کرد، گفت بذار اجرشو 40 کربلا خودم میدم، هر جوری شده اونو کربلا میارم. حسین 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 آقا جان، هر جای عالم خیمه میزدن و ما شرکت میکردیم، اعتقادمون این بود شما داری ما رو میبینی و نظاره میکنی، اما اینجا خیالم راحت، تو خونه شما دارم گریه میکنم. آقا ببین میزبان کیه؟ حسینه جانم فدات. آقا یه نظر به سمت راست کرد ابی عبدالله رفقا، خدا نکنه هیچ موقع غریب بیفتی، تنها بیفتی، زن و بچه‌م باد باشه. فنظر الی یمینه فنظر الی یساره، هی به سمت جب و راستش ابی عبدالله نگاه کرد، فقط کشتار رو دید. هی صدا میزد کجایی حبیب؟ کجایی علی اکبرم؟ کجایی عباس؟ پاشو ببین حسین تک و تنها شده. هی صدا میزد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، آیا کسی از من حسین و یاری بده؟ الله اکبر. گویا ابی عبدالله صدای یه شیرخواره ای رو تو خیمه شنید، با صداش میخواست بگه بابام هنوز یه سرباز 6 ماه داری، قربون غربتت برم بابا، نکنه امام تو تنها بگذاری، نکنه مولا تو تنها بگذاری. یه 6 ماه تو کربلا امامشو یاری کرد، آقاشو یاری کرد. اومد کنار خیمه صدا زد خواهرم زینب برو سرباز 6 ماهه منو بیا. در خیمه آل عبا قحطی آب است، در خیمه آل عبا قحطی آب است. یک کودک 6 ماهه‌ای در سوز و تاب است. آن شیر خاره از آتش در التهاب است، بیهوش افتاده به دامان رباب. گفت خواهرم زینب شیرخواره رو بده ببرم سیراب برگردونم. آی حسینی ها بعضی مقاتل نوشتن ابی عبدالله بچه رو زیر عبای خودش بنان کرد.
آورد مقابل لشکر دشمن. بعضیا گفتن گویا حسین قرآن رسول الله رو آورده میخواد ما رو به قرآن رسول خدا قسم بده. کاش این علی اصغر رو به اینا نشون نمیداد یا آقا. اینا چشمشون شوره، چشم زخم زدن به چشمای شما آقا. یه وقتی هم بالا برد صدا زد ببینید ببینید گل سرخ و سپیدم اگر آمده میدان سر جنگ ندارد، سر جنگ ندارد. آی لشکر دشمن خوب بدونید گلم سرخ و سپید است، از او قطع امید است. وقتم داره تمام میشه، چیکار کردن با ابی عبدالله؟ ای صدا زد نانجیب بزن، صدا زد عمر زد کدومو بزنم، بابا رو بزنم یا پسر رو؟ گفت نانجیب قبل از این که بابا رو بزنی هنوز یه تیر دیگه برای بابا کنار گذاشتی. قبل از این که بابا رو بزنی میخوام جگر حسین و آتیش بزنی. یه کاری کن حسین دیگه از میدان نتونه بره. مگه نمیبینی بچه های حسین کنار خیمه ایستادن منتظرن 6 ماه سیراب برگرده؟ بزن، معطل نکن، بی هوا بزن. یه وقتی هم ابی عبدالله احساس کرد دستش گرم شد، نگاه کرد دید گوش تا گوش علی اصغر. صدا بزن یا حسین. نوشته بر تن گلهای پرپر، نوشته بر تن گلهای پرپر، شهیدان زنده اند الله اکبر، شهیدان زنده اند. زبان حال زینب کبرا نوشته بر تن گلهای پرپر. همه نوشته بر تن گلهای پرپر، نوشته بر تن گلهای پرپر، شهیدان زنده اند الله اکبر، شهیدان زنده اند. نوشته نوشته بر تن گلهای پرپر، سزد نوشته بر تن زنده اند الله اکبر، شهیدان زنده اند. حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان، بگو جان حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین. در این صحرا که بی شمع و چراغ، دو دستی در این صحرا که بی شمع و چراغ است، بیابان در بیابان سوز و داغ است، در بیابان در بیابان سوز و داغ است، نشسته شبنم اشک ملائک به گلها این که در این طرف باغ است، به گلها این که در نوشته بر تنه، نوشته بر تنه
شهیدان زنده اند، الله اکبر. جانم شهیدان زنده اند. حسین جانم، حسین جانم، حسین. بیرونیام سینه بزنن، همه با هم یک صدا. حسین جانم، حسین. حسین جان. زمین کربلا دارالسلام است، زمین کربلا، زمین کربلا دارالسلام است، دارالسلام است. به یاد همه شهدا، به یاد همه بزرگترها و پیرغلامای امام حسین. زمین کربلا دارالسلام است، مزار اطهر، مزار اطهر سوم امام است. به خط خون نوشته بر مزارش، به خط خون نوشته بر مزارش که این قبر حسین تشنه کام است، که این قبر حسین به خط خون نوشته بر مزارش، به خط خون نوشت که این قبر حسین است، که این قبر حسین است. نمی میرد شهید راه داور، نمی میرد شهید راه داور. شهیدان زنده اند، شهیدان زنده اند، الله اکبر. شهیدان زنده اند. نوشته نوشته بر تنه، جانم نوشته بر تنه. شهیدان زنده اند، الله اکبر. حسین جانم، حسین جانم، حسین. حسین جانم، حسین. حسین جانم، حسین. به یاد حضرت زینب جان، امید جان ما، امید جان ما، جان بر لب آمد، جان بر لب آمد. امید جان ما، امید جان ما، جان بر لب آمد، جان بر لب آمد. به لب فریاد یا رب یا رب آمد، به لب فریاد یا رب یا رب آمد. برای دیدن قبر برادر، برای دیدن قبر برادر، شکست قامتی چون زینب آمد، شکست قامتی چون زینب آمد. زبان حال این، زبان حال این دلخسته خواهر، زبان حال این دلخسته خواهر. شهیدان زنده اند، الله اکبر. شهیدان زنده اند. نوشته نوشته بر تن گلهای پرپر. بگو بگو. شهیدان زنده اند، الله اکبر. یه بار دیگه بگو. نوشته بر تن گلهای پرپر. جانم الله اکبر. زمین کربلا دارالسلام است، دارالسلام است. زمین کربلا دارالسلام است، دارالسلام است. دو دستی. زمین کربلا دارالسلام است.